با سلام خدمت شما ملت نمک نشنود هنرگند و سلبر پیتی عزیزتون هستم که امروز آمدم که راجع به سالگرد ازدواج دومم با شوهر دهمم با شما جشن گرفته، سلبریت کرده و چطور است و این روز بزرگ را جاودانی کرده. همونجور که میدانید من در تمام مواقع زندگیم را به شما نشان داده و چه چیزی بهتر از عروسی و سالگرد ازدواج می باشد که من بتوانم آتش‌خالهایم، لباسم، جواهراتم را به شما نشان داده و فکر شما را از دریای خزر، کاسپین، خلیج فارس و بنادر عزیز ما رو که به روسیه بخشیده ایم در آورده به طرف خود آورده. همونجور که میبینید این لباس بسیار زیبا نتیجه فکر من و عروس سفیر که طراح بسیار بزرگ کشور ما میباشد. راستش رو بخواهید ما فکرهایمان را، البته فکری که نداریم، مغزهای کوچک ما رو کنار هم گذاشته و با این دیزاین بسیار زیبا آمده که عروسی من را چیکار کنیم؟ جشن گرفته با شما. همینطوری که میبینید این لباس مخصوصی میباشد که من برای این سالگرد ازدواج خود انتخاب کرده و معنای بسیاری دارد. چطوری ملت نمک نشناس؟ راستش رو بخواهید عروس سفیر که بسیار بسیار عاشق زخیم و سفیرا و سفران می باشد گفت عزیزم بیا این سالگرد ازدواج تو را معنی دار کنیم. گفتم چگونه معنی دار کنیم؟ گفت این ازدواجت را به افتخار جد و آباد هندی می پوشانیم. گفتم چه میگویی؟ گفت آره عزیزم هندیش کن، لباس هندی بپوش. البته ما هرچی گشتیم هندی پیدا نکردیم، مجبور شدیم پاکستانیش کنیم، پاکستانی پوشیدیم. اما خب مسیج رو میرساند، نه؟ عشق ما رو به جد آبادمان که داریم به شما نشان میدهیم. من عاشق تور و لباس توری و لباس عروسی اینجور جهان میباشم. البته الان که دیگه من فیلم زیادی بازی نمی کنم چون تحریم از پول زیادی ندارم که با کارگردانه ها بدهم. بنابراین ملت نمک نشناس من نه تنها پیاز داغ می کنم ولی دیگه طراحی می کنم که همجور که دارید می بینید. واستا دیگه لام از سبین بالا، ببخشید نمیخواد واستا آبرومون با این طرحمون بردی. خوب شد نه؟ همونطور که من پیاز داغ میکنم، آره دیگه پیاز رو چاپ میکنم، داغ میکنم، شام میپزم. آره دیگه گفتم الان وقتی فیلم و فیلم بازی نیست. سن با هیکل جفتش رفته بالا، نمیدن. البته ما خب بهشون پول میدیم، گهگاهی فی میدیم، ما رو توی یه فیلمی میذارن، اما خب الان تحریم عزیزان نداریم اینقدر. بنابراین در به جز اینکه پیاز داغ میکنم اینا تو شام و اینا، شعرم من میگم. شعرمو شنیدین؟ آره دیگه یکی از شعرام به این چنین میباشد: با او ایمان نمی آوردم. یادم نیست کدوم شعر رو میگفتم، یکیشون میگفتم دیگه. در عصر دیجیتال، آره دیگه دیجیتال دیگه مونده ها. به اعتبار شعرهایش ایمانی نبود و چنین شاعری هم من آنگاه که او می آمد، من یه خودم مسبستی فکر کنم چیزی بودم، حواسم نبود چی می گفتم. حالا که گفت چون فکر کنی شعره. با شعرهایش و معجزه‌هایش ایمانم را حفظ می چسبیدم مانند تنبانش.
ترجیح میدادم روزم رو با صبح آغاز کنم. خب روزا معمولا با صبح آغاز میشه نه؟ خب گاهی مثل تو با جو مزخرف میگی موری سپرده. خب تو آلاسکا با شب شروع میشه صبحشون، دلیل داره. من خیلی آدمی روشن فکر و کتاب خون و شاعر و ارواح پدرم. طراح هم تازه روش بیارید. برید بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا. خوب بود، خوشتون اومد. آره لی 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 لی.